شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. از زمان سیرویتی پاندمی کرونا و خیلی پیشتر از آنه که تاجیکستان موجودیت این بیماری رو اعتراف کرد، سازمان‌های بین‌المللی با پیشنهاد کمک‌های مالی شروع نمودند. از جمله بانک جهانی توسط یک برنامه فوریش به تاجیکستان برای مبارزه با کووید 19 بیش از 11 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. همکارم عبدالله اشورов این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که این پول‌ها به کجا مصرف خواهند شد، چون الکای گزارش‌ها می‌رسند که بیمارخانه‌ها در دوشنبه و خوجند پر شدند و امکان پذیرفتن بیماران دیگر را ندارند. سلام شهلا. بانک جهانی در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت در دایره این مبلغ یعنی 11.3 میلیون دلار از جمله 100 عدد دستگاه‌های هوادهنده و یا EVL خریداری می شود. وزارت تندرستی روی خط تجهیزات و مواد لازمی را برای طبابت سریع یعنی اینتنسیوی ترتیب داده و بانک جهانی با حکومت در برقرار کردن ارتباط با شرکت های تجربه دار تحویلگر برای خرید تجهیزات بلندصفت در مدت خیلی کوتاه یاری می رساند. موافق برنامه از 11.3 میلیون دلاری که بانک جهانی جدا کرده است، 6.3 میلیون دلار برای بالا برداشتن ظرفیت طبابت اینتنسیوی در بیمارستان ها از جمله خرید تجهیزات، 1 میلیون دلار برای آماده سازی جامعه برای مبارزه بر ضد بیماری، 3 میلیون دلار برای رسانیدن یاری به خانواده‌های کم بضاعت و 1 میلیون دلار باقی برای اجرا و ارزیابی برنامه مصرف خواهد شد. بانک جهانی به رادیو آزادی گفت 3 میلیون دلار این لایحه برای کمک به خانواده‌هایی که کودک خرد دارند و با خطر کمبود غذا روبرویند صرف می شود. خب عبدالله، می شود در این باره با تفصیل صحبت کنیم؟ خانواده‌های فقیر چی مدت کمک میگیرند و کیها می توانند به آن امید بندند؟ شهلا، بانک جهانی میگوید خانواده‌هایی که مقامات حالا فقیر اعتراف کردند در تمام 6 ماه کمک اجتماعی اضافی خواهند گرفت. بنابر برنامه بانک در صورت اجرا شدن حدود 200,000 خانواده‌های فقیر در تاجیکستان از برنامه کمک اجتماعی بهره‌مند خواهند شد. ببین عبدالله، در کشورهایی که به خروج کرونا دچار آمدند، کارشناسان از جمله همین بانک جهانی هم شمار احتمالی سیرویتی بیماری و حتی فوت آدمان را پیش بینی میکنند. آیا در مسئله تاجیکستان هم چنین پیش بینی هست یا نه؟ بله شهلا، کارشناسان بانک 3 سناریوی گسترش کرونا را در تاجیکستان بررسی کردند که باز هم میگویم یک نوع مدل سازی و یا فرضیه‌های احتمالی است. بنابر چنین ارزیابی‌های بانک احتمال دارد در تاجیکستان از 70 تا 230,000 نفر با کرونا گرفتار شده، امکان دارد از 6,000 نفر تا بیش از 21,000 بر اثر بیماری کووید 19 بمیرند. خیلی رقم‌های دهشتناک. امیدواریم آگاهی از چنین دورنمای وحشت برانگیز جامعه را وادار میکند که بر ضد وبای عصر قیام نموده دستورهای طبیبان، معالجه و گوشه‌نشینی را جدی اجرا خواهند کرد.